بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عن ابی جعفر محمد بن علی الباقر علیه السلام قال سئل رسول الله صلی الله علیه و آله عن خیار العباد، بهترین بندگان کیان؟ این را از پیغمبر اکرم کسی سوال کرد. فقال الذين اذا احسنوا استبشروا، یعنی وقتی کار نیک میکنن خوشحالن که کار خوب کردن. این خوشحالی ارتباطی ندارد به اینکه انسان غرور پیدا کند و عجب به کار خیر پیدا کنه. این دو چیزه، اینا را هم تفکیک کنیم. یه وقت انسان 2 رکعت نماز که میخونه خیال میکنه که در یک مرتبه عالی، این عجب یعنی خود شیفتگی، خود فریفتگی، خود شگفتی در انسان دست میده. این مذموم است. و اذا اساءوا استغفروا، در مورد اساءه، کار بد انجام دادن، به این اکتفا نشده است که بگیم وقتی کار بد انجام داد ناراحت باشه. نه، ناراحتی کافی نیست، عملی هم دنبالش لازمه و اون عمل عبارت است از استغفار، از خود متعال عذرخواهی کنه. وقتی کار بدی کرد استغفار یعنی عذرخواهی کردن، از خدا عذرخواهی کنه، معذرت خواهی کنه. و اذا اعطوا شکروا، وقتی خدای متعال به او چیزی میدهد این سپاسگزار باشد. یعنی وقتی نعمتهای الهی رو متذکر میشود، میبینه نعمتهای الهی را یا نعمت جدیدی به او داده میشود، این شکرگزار باشه، غافل نباشد از اینکه خدای متعال این نعمت رو به او داده است. و اذا ابتلوا صبروا، وقتی هم که یک ابتلایی در زندگی اینها پیش آمد، مشکلی براشون پیش آمد، اونم صبر کنن. و اذا غضبوا غفروا، وقتی از کسی خشمگین شدن از او بگذرند، او را بیامرزند. البته طبیعی است این غضب لله نیست، این غضب لشخص است. والله غضب لله رو ما حق نداریم به خاطر اهواء خودمون یا به خاطر چیزی. وقتی یه جایی لله غضب کردیم، اینجا اون غضب رو باید ادامه بدیم، باید حفظ کنیم.